بسم الله الرحمن الرحيم. درس 21. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهرای گرانقدر، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس انشاءالله ما و شما نامهایی را میخوانیم که بر رحمت و مهربانی الله سبحانه و تعالی دلالت دارند. انسان مسلمان این نامها را یاد میگیره و میفهمه که الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است. و این نامهایی که در صفت مهربانی الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه، این به چند قسم تقسیم میشه. قسم اول اون نامهایی هستند که نعمتهای الله سبحانه و تعالی را و رساندن این نعمتها را به شکل وسیع، عام و شامل از او بیان میکنه. اولش نام الرحمن الله سبحانه و تعالی. الرحمن دوستای عزیز به وزن فعلان هست. رحمان وزنش فعلان. و در این قسمت علما میگن که امی وزن فعلان که است، این به معنای کثرت است، به معنای مبالغه هست، به معنای وسعت است. یعنی رحمت الله سبحانه و تعالی بسیار وسیع است. الله سبحانه و تعالی دارای نعمتهای بسیار وسیع است. به اساس رحمت خود نعمتهای زیاد خلق کرده. الله سبحانه و تعالی با این صفت رحمت خود، با این نام الرحمن خود که صفت رحمت الله که در نعمتهای زیادش است بیان میکنه، نعمتهای مادی زیادی برای انسان ها میده و نعمتهای معنوی بسیار زیادی برای مخلوقات خود میده. اول این نعمت بزرگ است که برای انسان الله متعال نعمت خلقت برش داده، نعمت اعضای بدن برش داده. و الله متعال میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما نعمتهای الله را محاسبه بکنین، این شما احصایه کردن نمیتونین. یعنی اگر یک نعمت الله را ما و شما محاسبه بکنیم که الله بر ما لحظه به لحظه نعمت داده میره و به اساس وسعت رحمت خود دوامدار و وسیع و کامل و شامل این نعمت ها را میده. شما تصور بکنید نعمت اکسیژن. اگر نعمت اکسیژن الله سبحانه و تعالی را ما و شما در نظر بگیریم، یعنی هر لحظه که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما این اکسیژن رایگان این نعمت میده، اگر 10 دقیقه قطع شود اکسیژن، هلاک هستیم، از بین میریم. و فکر بکنین اگر این نعمت اکسیژن ما و شما حساب بکنیم از وقتی که در بطن مادر ما و شما روح گرفتیم، از او وقت اکسیژن نیاز، وقتی که انسان در بطن مادر می باشه و روح و جسد میگیره و روح داخل جسمش میشه و این مخلوق در داخل بطن مادر زنده میشه، از امو وقت اگر ما و شما حساب بگیریم که ما تنفس میکنیم تا زمانی که مثلا سن ما به چند میرسه، این حال اگر این حساب بگیریم از اون وقت تا به حال ما و شما نمیتونیم محاسبه بکنیم چقدر از این نعمت الله که اکسیژنش استفاده کردیم. همین قسم نعمت خون، نعمت گوشت، نعمت استخوان، نعمت های زیادی هست. الله الرحمن است، یعنی نعمت های زیادی را برای بنده های خود بخشش میکنه. نعمت های مادی، از غذا، از صحت، از عافیت، این نعمت های زیادی الله هست. همین قسم نعمت های معنوی الله را اگر ما و شما الرحمن است. الرحمن نعمت های معنوی زیاد داره. الرحمن و علم القرآن خلق الانسان
علمه البیان. الرحمن او ذات با عظمت هست که برای ما و شما قرآن عظیم الشان نازل کرده. بزرگترین نعمت الله نعمت توحید است. و این نعمت توحید انسان از کجا پیدا میکنه؟ از قرآن عظیم الشان، از گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم. ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بر شما دو نعمت را من گذاشتم که اگر شما به این تمسک بکنین هرگز گمراه نمیشین. کتاب الله و سنتی. کتاب الله هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این نعمت های بزرگ هستند که الله بر ما و شما قرآن عظیم الشان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر انسان با اخلاصی رو میگیره و عمل میکنه هرگز گمراه نمیشه. چرا مردم گمراه میشن؟ یک تعداد از قرآن منحرف میشن، قرآن ترک میکنن. یک تعداد قرآن لفظش میفهمن، معنای قرآن و عقیده قرآن و توحیدی که در قرآن است نمیفهمن، منحرف و گمراه میشه. یک تعداد دیگه قرآن میگیریم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنن. آیات قرآنی که برای گرفتن و عمل کردن و تطبیق کردن احادیث و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید بسیاری کسا خودشان خدا فریب میدن. بعضی کسا قرآن درست نمیفهمن. یک استاد نمیشینه که استاد تو بگی برای من مثلا این قرآن درس بده، حداقل زبان عربی ره. مثلا یک کسی زبان عربی رو یاد نداره، وقتی که می قرآن شریف میخونه، انسانی که زبان عربی رو یاد داشته باشه، صرف یاد داشته باشه، نحو یاد داشته باشه، مثلا تجوید قرآن یاد داشته باشه، قرآن یاد داشته باشه، همین مجردی که میخونه قرآن لفظش میفهمی که این قرآن میفهمه. ولی بسیاری کسا از این رحمت الله استفاده نمیکنه، زبان عربی رو نمیفهمه، از دل خود گپ زده میره و همون چیزهای مفاهیم قرآنی را هم با فکر غلط خود، با اندیشه غلط خود میفهمن. اکثرا همین ملحدین که گپایشان اصلا شنیدن گپای از اینا خب باید انسان نشنوه. وقتی که استهزا میکنن و توهین میکنن نباید برنامه از اینا گوش شود. لکن بعضی اوقات که انسان میشنوه به خاطر ازی که باشه، اگر کدام دلیل قوی داشته باشه انسان ردش بگه. میبینه که او خودش غلط اما مفهوم نفهمیده، اما فهم غلط خود انتقاد میکنن. خودش غلط فهمیده، اما فهم غلط خود که از قرآن یا سنت فهمیده است امور انتقاد میکنن. تو قرآن انتقاد نکردی، تو چی انتقاد کردی؟ فهم غلط خوده. الله الرحمن است. اگر بفهمی که الله الرحمن است، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، قوت بیان و فکر و عقل الله بر ما نصیب کرده. این رحمت الله است. ببینید نعمت های الله، قرآن نعمت الله است، پیغمبر نعمت الله است، توحید نعمت الله است، عقیده صحیح نعمت الله است. این کلش الله بر ما و شما. عقل نعمت الله است، حس نعمت الله است. ما و شما به حواس خود مثلا قرآن میبینیم، قرآن میشنویم، تفسیر و ترجمه قرآن درک میکنیم، بالاخره از یه عقیده درست نمیگیریم. پس این مکمل نعمت های الله بر ما دادن. ایره چرا؟ به خاطر از اینکه الله متعال الرحمن است. قرآن رحمت الله است، تنزیل من الرحمن الرحیم. یعنی قرآن نازل شده از جانب ذاتی که رحمان الرحیم است. رحمت الله سبحانه و تعالی که دادن نعمت ها هست، این در دنیا برای مسلمان، حتی بالای کافرها، برای کافرها رحمت الله در دنیا هست. اونا را خلق کرده با رحمت خود. سخت‌ترین دشمنای خود به اساس رحمت وسیع خود رزق میده، برشان در زمین فرصت میده. این رحمت دیگه الله هست، رحمت فرصت. اگر ما مثلا در سنهای جوانی که بودیم میمردیم، شاید بسیار مشکلات، حتی شاید به عقیده صحیح نمیبردیم. چرا؟ در اون وقت عقیده توحید درست نمیفهمیدیم، در بسیار اشتباهات اعتقادی مبتلا بودیم. الله متعال به اساس رحمت خود اول بر ما فرصت داد، آهسته آهسته عقیده توحید فهمیدیم.
حتی برای غیر مسلمان ها، برای کافر، مشرک، مرتد، منافق الله فرصت میده. همین فرصت یک نعمت است که اگر این فکر بکنه، دقت بکنه، اخلاص بکنه، به حق میرسه. الله متعال برای دشمنای خود هم این فرصت داده و برای دشمنای خود هم ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. و همین قسم ذات الرحمن برای ما و شما میگه که ارحم و اهل الارض الراحمون یرحمهم الرحمن. سبحان الله. سر کسایی که مهربان هستن الله رحمت میکنه. اگر انسان میخواد که رحمت الله را جلب بکنه، چی بکنه؟ سر کسایی که زیر دستش هست. ارحموا علی من فی ارحموا اهل الارض یرحمکم من فی السماء. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح سنن ابی داود که حدیث صحیح است، علما گفتن که حدیث صحیح است، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض یرحمکم من فی السماء. شما بالای اهل زمین رحم بکنین، آن ذاتی که در عرش هست، در آسمان هست، بالای شما چی میکنه؟ رحم میکنه. پس الله متعال سر کدام بنده خواهی خود رحم میکنن؟ سر کسایی که اونا سر دیگه مخلوقات الله رحم داشته باشن. الله سبحانه و تعالی صفت الرحمن داره. رحمتش وسیع هست، شامل است، کامل است، برای تمام مخلوقات است و نعمتهای زیاد هست، به شرطی که این مخلوق از این صفت رحمت الله استفاده بکنه و الرحمن بشناسه و واقعا از نعمتهای از او، نعمتهای مادی و معنوی استفاده بکنه. دیگه از نعمتهای الله سبحانه و تعالی اسم دیگه الله سبحانه و تعالی الرحیم سبحانه و تعالی. الرحیم هم صفت رحمت الله را بیان میکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی الرحیم هست. انه کان بكم رحیما. الله بر شما مهربان است. یعنی ذاتی که نعمتهای خود بر شما میرسانه. الرحمن نعمتهای مختلف و زیاد و وسع داره و الرحیم این نعمتها را بر مخلوقات میرسانه، بر کلگی الله متعال. و همین قسم الرحیم ذاتی هست که در آخرت این رحمت خود مخصوص مؤمنا گردانیده است. آل در دنیا الله کل نعمتها را بر هر کس میده. میخواهیم که در آخرت هم از این نعمتهای الله مستفید شویم. رحمت الله قطع نشه، خود ما سر خود رحمت الله را قطع نکنیم. با چی رحمت الله ادامه پیدا میکنه در روز آخرت که این نعمتها را هم بر ما در آخرت نصیب بکنه؟ این چی هست؟ وقتی که انسان ایمان داشته باشه. و کان بالمؤمنین رحیما. الله بر مؤمنان مهربان است. سوره احزاب آیت 43. پس اگر کسی میخواد که مهربانی الله در آخرت هم نصیب شود، چی کنه؟ این بنده باید به ایمان، به توحید الهی، به اساسات ایمان باور داشته باشه. کلمه طیبه را بفهمه، ارکان کلمه را بفهمه، شروط کلمه را بفهمه، تعهداتی که در کلمه هستی را بفهمه، ایمان خود قوی بساز. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. الجنة حق والنار حق والصراط حق والحساب حق والميزان حق والصراط حق والقنطرة حق. این کل از اینا ایمانیاتی است که حق است و یا ایمان داشته باشیم. و اینجا هست که رحمت الله در آخرت هم نصیب انسان مسلمان میشه. خب رحمت الله را چی جلب میکنه؟ کسی میگه من الله رحمان است، رحیم است. بله، من چی بکنم که رحمت الله به من جذب شود؟
ما شامل رحمت الله شام. چه خوب سوال خوب. در جواب ازی الله متعال جواب میگه و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. این رحمت الله را میخوای، اطاعت از الله و رسولش بکن. اطاعت از الله اطاعت از کتاب الله است. اطاعت از رسول الله اطاعت از سنت های قولی و فعلی و تقریری رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود استفاده از سیرت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سبب رحمت الله میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی یک خانه میره میبینه که به اولادای خود بسیار مهربان است. برای صحابه میگه که الله ارحم بعباده من هذه بولدها. الله متعال مهربان تر است از این مادرم که به اولادهایش که به بنده هایش. این مادر به اولادهای خود چقدر مهربان است. الله متعال از این که بر بنده های خود مهربان است. از این خاطر به اساس رحمتش الله متعال جنت خلق کرده. جنت رحمت الله است. این خلق کرده. کی میتونه از این رحمت الله از جنت الله استفاده بکنه؟ وقتی که اطاعت از الله و رسولش بکنه. داخل شدن در جنت. آیا انسان میتونه در جنت با اعمال خود داخل شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لن ینجی احدا منکم عمله. یکی از شما را هم عملش نمیتونه نجات بده. قال ولا انت یا رسول الله. گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو هم که عمل میکنی تو هم عملت نجات نمیده؟ قال لا ولا انا. گفت حتی مرا عملم نجات داده نمیتونه الا ان یتغمدنی الله برحمته، مگر این که الله مرا به رحمت خود بگیره. سددوا و قاربوا واغدوا و روحوا و شیء من والقصد. خب یعنی حتی انسانی که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین به رحمت الله محتاج هستند. اول رحمت الله بود که اینا این مقام داد. رحمت الله بود که بر از اینا عقل داد و بر از اینا حس داد، مقام عالی برشان داد و اینمی قسم به رحمت الله اینا در روز قیامت در جنت الله میرن. جنت رحمت الله هست و رفتن به جنت هم به اساس رحمت الله میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ان یتغمدنی الله برحمه، مگر ای که الله مرا به رحمت خود بگیره. الله متعال ما و شما را به رحمت خود بگیره. الرؤوف از نامهای الله سبحانه و تعالی. الرؤوف سبحانه و تعالی. الرؤوف یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی هست که در قرآن و سنت ذکر شده است. الله متعال میگه انه بهم رؤوف رحیم. الله برشان بسیار رؤوف، یعنی ذاتی که رحمت بسیار زیاد داره، بسیار زیاد رحمت داره. نعمتهایش را به بنده های نیکش تکمیل و تمام میکنه. رؤوف است، یعنی ذاتی که نعمتهای خدا بر بنده هایش تکمیل میکنه. و الرؤوف ذاتی که زشتی ها و ضررها و خرابی ها و دردها و رنج ها را با اساس رحمتش از بین میبره. الله رؤوف است. ما جاهل بودیم، جهل ما را با چی از بین میبره؟ با نزول قرآن عظیم شان. جهل ما را، اگر انسان ها در عصر جاهلیت زندگی میکردن، وقتی که پیغمبر رحمت الله هست نازل کرد، نعمت الله پیغمبر، نعمت الله کتابهای الله ایره روان کرد، کتابهای خدا و 100 صحیفه را از زمان آدم علیه السلام امت اسلام آمد دست خالی نمانده که هر کس هدایت میخواسته الله بر از اینا چی کرده؟ ضرر کفر، ضرر شرک، زشتی گناه، زشتی جرایم، زشتی جهل، زشتی تعصب، کل از اینا را با احکام خود ذات الرؤوف از بین میبره. پس الرؤوف ذاتی هست که انسان از داخل
با معنویت خوب این از تمام زشتی ها پاک میکنه. عقیده ما را با توحید پاک گردانید. الحمدلله. ایمان ما را با نزول قرآن ایمان کامل گردانید. عقل ما را توسط قرآن و توسط سنت عقل خوب و آگاه گردانید. برای گوش ما بزرگترین نعمت شنیدن قرآن، کلام الله و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ذات الرؤوف توفیق دهنده به ادای حقوق الله و حقوق بنده هست. الرؤوف ذات مهربانه که انسان توفیق میده به چی؟ که حق الله را و حق بنده هایش ادا بکنه. الله رؤوف است. عافیت و خوبی در دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه. الرؤوف یعنی الرؤوف چه میشناسه؟ چه قسم میشناسیم؟ یعنی ذات مهربانی که مهربانی بسیار زیاد داره. الرؤوف ذات مهربانی که با اساس مهربانی زشتی های مادی و معنوی ما را دور میسازه. با کلام خود، با پیغمبر خود، با احادیث پیغمبر خود، با وحی جلی خود، با وحی خفی خود، تمام زشتی های انسان چی میکنن؟ دور میسازن. انسان به صدها اشتباه و غلطی داره. کفر است، شرک است، بدبختی هست. کل ازی توسط ایمان چی میشه؟ که نعمت الله هست از بین میره. ذات الرؤوف و در اول و آخر و ظاهر و باطن بر انسان عافیت و خوبی ها را میده. اگر انسان مثلا ایمان نداشته باشه با سختی های زندگی دیوانه میشه، اصحاب خود از دست میده. لکن به اندازه داشتن ایمان برای انسان به اندازه راحت نصیب میشه و نعمت های مادی خود الله متعال نصیب کرده که ما و شما مثلا اگر چشم نمی داشتیم، یک عیب داشتیم، نابینا بودیم، دست نمی داشتیم، پای نمی داشتیم، اگر میده نمی داشتیم، این کل زشتی ها. الله الرؤوف است. با نعمت هایی که در وجود ما گذاشته، نعمت های مادی ما را از بسیاری عیب ها نجات داده و با نعمت های معنوی که الله متعال بر ما داده، عقل ما را و فکر ما را و قلب ما را و ذهن ما را از بسیاری زشتی های اعتقادی پاک ساخته است. این ذات الرؤوف است. از جمله نام های الله سبحانه و تعالی الواسع هست. الواسع یعنی الله سبحانه و تعالی در ذات و صفات افعالش بسیار وسیع هست. این الله واسع علیم. واسع صفات و متعلقاتش می باشه به شکلی که هیچ کس نمیتواند بر وی ثنا نماید مگر او شکلی که الله سبحانه و تعالی به ذات خود حمد کرده است. در عظمتش، در سلطنتش، در مالکیتش، در تصرفش، در احسانش، در همه وسیع است. وسیع است در علمش. هر چیز ظاهر و باطن و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر همیشه میفهمه و هیچ چیز از او پوشیده نمیمانه. وسع کل شیء علما. علمش به هر چیز را در بر گرفته هست. در نعمتها، کفایت، فضیلتها، جود و کرمش وسیع هست. نعمتهای قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. در بخششهایش در دنیا و در آخرت برای بندگان مؤمنش بخششهایش بسیار وسیع هست. در عفو، در بخشش، در مغفرت، در پذیرش توبه. الله متعال ان ربک واسع المغفره. هر قدر انسان گناه کرده باشه، اشتباه کرده باشه، غلطی کرده باشه، اما وقتی که میفهمه که ان ربک واسع المغفره والله واسع علیم، میفهمه که مغفرت الله بسیار وسیع است. درست است من گناه هایم زیاد است، لكن رحمت الله بسیار زیاد است. والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. و براتان مغفرت وعده میده و فضیلت وعده میده. والله واسع علیم.
ذاتی هست که بسیار نعمتش و مغفرتش و رحمتش وسیع هست. چقدر خوب است که انسان از این رحمت الله استفاده بکنه. اگر اشتباه کرد رجوع بکنه، توبه بکنه. اگر غلطی کرد به بارگاه الله مغفرت بخواه، از الله مغفرت بخواه. رحمت عفو الله وسیع است، رحمتش وسیع است، مغفرتش وسیع است. صفت توبیش بسیار وسیع است که توبه را قبول میکنه. اگر کافر هم کس باشه در دنیا قبول میکنه، شرک آورده باشه، حتی مرتد شده باشه، رجوع بکنه به الله و کلمه بخونه و رجوع بکنه و توبه صادقانه بکنه، الله رحمتش وسیع است. الوهاب سبحانه و تعالی، یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی الوهاب است. از صفات الله الوهاب یعنی المنعم علی العباد، که نعمت رسان است. یعنی نعمتهای خود مثل تحفه بر بنده های خود میتن. بخشش های خودم بر بنده هایش از نگاه کمیت و کیفیت زیاد، بسیار دارای کیفیت زیاد و کمیت زیاد نعمت ها و بخشش های الله هست. الله ذات هست الوهاب که خزینه های رحمت پیش از او هست. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، آیا پیش دیگرها هست؟ نه، پیش الله هست خزائن رحمتش، ذاتی که العزیز الوهاب است. از این خاطر انسان مسلمان باید چی دعا کنه؟ و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یا رب قلب ما را گمراه نکنی بعد از هدایت، و هب لنا من لدنک رحمه، بر ما از بارگاه خود رحمت نصیب بکن. و هب لنا یعنی بر ما تحفه بده، بر ما رحمتت. انک انت الوهاب، یا الله تو بسیار ذات هستی که تحفه دهنده و نعمت دهنده هستی. الله الوهاب است به خاطر ازی که برای هر کسی که هر تحفه و هر هدیه را بخواه برش میده. برای یکی بچه میده، برای یکی دختر میده، برای یکی هر دویش میده. الله وهاب است، وهاب است. اولاد برای انسان ها میده، نعمت های مادی و معنوی را میده. هیچ است عطایایش بدون مقابل و سوال است. وقتی که تحفه میده، تحفه الهی، البته ما و شما را صحت داده، عافیت داده، حیات داده، جسم داده، نعمت های بسیار بزرگ عالی، قرآن داده، سنت، پیغمبر، این کلش نعمت های الله است. و همه از اینا را بدون مقابل الله متعال، بدون مقابل این نعمت ها را بر ما و شما داده که شکر از این نعمت ها را انجام بدیم و ادا بکنیم. نیکی هایش دوامدار است، تحفه هایش دوامدار است، فضیلتش دوامدار است، دائمی هست، فراوان است و زیاد است. نبوتش، هدایتش، توفیقش برای هر کسی که بخواه بسیار زیاد است. ما باید همیشه به الله التجا بکنیم و بخوایم و دست دعا بلند بکنیم که یا الله تو برای ما توفیق ایمان، توفیق هدایت، توفیق استقامت به دین و به حق نصیب ما بگردانی. چرا؟ الله الوهاب است و بر بنده هاش همه این نعمت ها را چی میکنه؟ این نعمت ها را بر بنده هاش میکنه. قسم دوم از نام های الله سبحانه و تعالی که رحمت و مهربانی الله را بیان میکنه، در روزی دادن، یعنی رحمت الله هست که رزق میده، روزی میده با کیفیت و کمیت بسیار عالی. این نام ها مثل نام های رازق، الرزاق، الکفیل، المقیت الله سبحانه و تعالی است. الرازق سبحانه و تعالی و الرزاق سبحانه و تعالی، این دو نام از نام های الله سبحانه و تعالی که صفت رزق دادن الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله الرزاق است، بسیار دهنده هست. عالم حیوان، عالم نبات، عالم مختلف پرنده ها و مختلف حیوانات و مختلف جنبنده ها، برای تمام از اینا الله متعال رزق میرسند، چون الله الرزاق است.
مخلوقات هم خلق کرده و به هر مخلوق رزقش هم خلق کرده. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. در زمین الله متعال چقدر نعمتهای خدا خلق کرده که رزق برای انسان ها هست. درختها، میوه ها، سبزیجات، حیوانات مختلف، این کل از اینا چی هست؟ رزق از برای بنده ها. الله ما شما را خلق کرد، چون رزاق از بر رحمت خود بر ما رزق هم خلق کرده. با رزق عامش در دنیا بر تمام مخلوقات رزق میرسه. رحمت عامش است در دنیا، حتی برای دشمنای سرسخت خود بر کلگی رزق میرسانه. همین که مثلا ما و شما کار میکنیم، زحمت میکشیم، همین الله یک رزق بسیار بزرگ عقل است برای ما و شما داده. اگر عقل نمیداشت می بشریت هیچ چیز نمیداشت. وقتی که اگر ما چیز را فابریکه جور میکنیم یا زمین کار میکنیم یا وسایل جور میکنیم، الله برای ما عقل داد، الله برای ما علم داد، الله برای ما هدایت نصیب کرد، الله برای ما حواس داد. این کل سبب چی میشه؟ سبب میشه که ما و شما میتونیم که مثلا درختهای مختلف بشانیم، زراعت بکنیم، کار بکنیم، فابریکا و تکنولوژی همش. ولی بزرگترین این نعمت ها را کی برای ما نصیب کرده؟ الله سبحانه و تعالی برای ما رزق داده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. هر کسی که الله بخواد بدون حساب برش رزق میده. الله سبحانه و تعالی به اساس رحمت و علم و حکمتش رزق چی میکنه؟ یبسط لمن یشاء. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. الله عالم است، برای یک کسی رزق فراخ میده، یگان وقت رزقش کم میسازه، تنگی میاره، کلش در رحمت الله هست که بنده الله به طرف الله رجوع میکنه. ولی تضمین کننده رزق تمام مخلوقات است. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده در زمین نیست مگر رزق دهنده از او رزقش بالای الله هست، یعنی الله متعال برش رزق میده. وقتی انسان مخلوقات مختلف میبینه که چه قسم رزق و روزیشان برش میرسه و صفت رزاق الله سبحانه و تعالی، انسان ایمان پیدا میکنه و این بنده های مؤمن و موحدش را با رحمت و فضلش، با رزق خاص در دنیا، عالم برزخ، روز قیامت و جنت. سبحان الله. و رزقکم من الطیبات. اول برای بنده های خاص خود رزق پاک نصیب میکنه و برای مهاجرین و مجاهدین فی سبیل الله، شهدا، بر از اونا حتی در عالم برزخ رزق میده. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. کسانی که هجرت کردن در راه الله سپس کشته شدن یا فوت کردن، لیرزقنهم الله رزقا حسنا، الله متعال بر از اینا رزق حسن نصیب میکنه و ان الله له خیر الرازقین، بهترین رزق دهنده ها هست. الله الرزاق از رزق مخلوقات میده، بفهمن یا نفهمن. الله رزاق از مخلوقات را با هر کمیت و کیفیتی که باشن برشان رزق میده. الله سبحانه و تعالی برای انسانها و برای اولادهایشان هم رزق میده. در عصر جاهلیت مردم اولادهای خود میکشتن. چرا میکشین؟ میفعلا تنگدستی و فقر است. الله متعال گفت ولا تقتلوا اولادکم، اولادهایتان را نکشین خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم. الله میگه شما اولادهایتان از ترس فقر و تنگدستی نکشین، ما اونا را هم رزق میتیم و شما را هم رزق میتیم. الله الرزاق است. الکفیل سبحانه و تعالی، دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی الکفیل هست. یعنی الکفیل متکفل و سرپرست رزق مخلوقاتش، رزق مخلوقات تضمین میکنه، رزق انسانها را
از حیوانات، از حتی به نباتات رزق میده، برای خزنده ها رزق میده، برای حشرات، برای حمل از اینا رزق از اینا را تضمین کرده، اونا را حفظ میکنه و برشان رزقشان میرسانه. شاهد است الکفیل، ذاتی که در عهدها و قسمها شاهد است. الله متعال میگه ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. شما الله را بالایتان شاهد گرفتین. کفیل به معنای شاهد هم است. پس الله متعال سبحانه و تعالی شاهد گرفتین در قسمهایتان. از این خاطر باید ام قسمهایتان را نشکنانین. و الله سبحانه و تعالی کفیل است، یعنی تضمین کننده رزق تمام مخلوقاتش است. برای هر مخلوق هر قسمی که رزق خواسته باشه میرسانه. الکافی سبحانه و تعالی یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی الکافی هست، یعنی ذات با عظمتی که برای مخلوقاتش در حاجاتشان کفایت میکنه. به شکل خاص برای بنده های مؤمنش کفایت میکنه. و کف الله المؤمنین القتال. وقتی که کافرها بالای مسلمان ها حمله میکردن، الله متعال از اونا از مؤمنای واقعی دفاع میکنه. اگر کدام وقتی مثلا برای ما مشکل پیدا میشه، باید ما در ایمان خود تجدید نظر بکنیم که چی مشکل داریم که الله متعال رحمت خود از ما دور کرده است. الیس الله بکاف عبده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا برای بندهش که کافی نیست الله که او را یعنی از دسیسه های دشمنا نگاه بکنه، حفظشان بکنه؟ الله کافی هست. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. کافی است کسایی که سر تو استهزا میکنه، ما برش کافی هستیم. جزای استهزایشان را و جزای بیدینیشان و گمراهیشان برشان میدیم. پس الله کافی است در نعمتهای مادی و معنویش که برای بنده های خود این نعمتها را میرسانند. دیگه اسماء الله سبحانه و تعالی المسعر است، دارای صفت مسعر. این نامش این صفت الله را بیان میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. یقینا که الله سبحانه و تعالی المسعر است، یعنی تعیین کننده نرخها. الله سبحانه و تعالی هست که وقتی نعمت ها را روان میکنه نرخها پایین میشه. اگر بنده ها واقعا صادقانه به الله ایمان داشته باشن و عقیده داشته باشن و عمل خوب داشته باشن، ولو ان اهل القرى آمنوا ایمان داشته باشن و تقوا بکنن، دیگه الله متعال میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. برکت های از آسمان زمین الله بر از اینا چی میکنه؟ نازل میکنه. و با وقتی که نعمت های الله زیاد شوه، این نرخ‌ها و چیزا پایین به انسان میتونه با بسیار حالت با بسیار که مطابق تدبیر تکوینی و تشریعیش مسعر، یعنی ذاتی که مطابق تدبیر تکوینی و تشریعیش فیصله و حکم میکنه. با تدبیر تکوینیش زیاد و کم ارزان و قیمت میکنه و با تدبیر تشریعیش از ظلم و از احتکار و از این چیزا منع میکنه تا انسان ها بتانن که خوب از نعمت های الله استفاده بکنن. قیمت و ارزش یک چیز زیاد میکنه. الله متعال مسعر هست. با تدبیر تکوینیش مسعر آتش خلق کرده و بالای کافران این آتش بیشتر میسازه. الله المسعر اسم از اسمای الله سبحانه و تعالی هست. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی المقیت. المقیت یعنی ذاتی که احتیاجات مخلوقاتش با علمش اندازه میکنه و قوت و رزق از اینا را برشان تعیین میکنه. با قدرتش رزق مخلوقاتش تقدیر کرده و جعل فیها رواسی من فوقها. خب و اینجا میگه که الله متعال سبحانه و تعالی
برای هر مخلوق نوشیدنی و خوردنی را به هر شکلی که بخواهند با حکمت و حمدش بر از اینا میرسانه. برای هر کس مطابق عملش رزق و روزی برش میتونه، چرا که الله المقیت است، یعنی قوت انسان بر انسان میرسانه، دارای کمال مطلق در قوت و روزی رسانیدن به مخلوقاتش است. رزق مخلوقاتش به شکل کامل برشان میرسانه و رزق دهنده قلبها با علم و معرفت هست. این صفت المقیت الله. الباسط القابض دیگه از صفات الله سبحانه و تعالی، از اسماء و صفات الله الباسط القابض است، یعنی ذات قدرتمندی که قبض میکنه و بست میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله هو المسعر القابض الباسط، یعنی القابض الباسط، آسمان ها و زمین را در روز قیامت الله متعال در قبضیش میگیره. القابض است. الله متعال به اساس عدالت و حکمتش رزق ها را قبض و کم میکنه. رزق بعضی ها را کم میکنه به اساس علم و حکمتش. ما نمیفهمیم لکن الله متعال و یا هم وسعت و فراخی میته. القابض الباسط، ارواح در جسدها در وقت زندگی گسترش میده الباسط، و در هنگام مرگ القابض، ارواح قبض میکنن. ذات غنی که با وجود کثرت مالش قبض و کم میکنه و رزق و فقر و تنگدستی و حالات اقتصادی را گاه فراخی میبخشه و انسانها را از الله القابض الباسط. چی از این صفات الله هست. صدقات را از دست اغنیا قبض میکنه، یعنی میگیره و رزق برای ضعیفا فراخ میسازه. ذاتی که گشایش و وسعت و همچنان بستگی و ضیق شدن همه به دست از او هست. قسم سوم دوستای عزیز از نامهای الله سبحانه و تعالی نامهایی است که رحمت الله سبحانه و تعالی را در بخش عفو و قبولی توبه و در اینا بیان میکنه که ان شاء الله تعالی ما و شما باز به خیر در درس بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.